ساوالان، ساوا، ساوه، ساواش حتی، ساوجه، ساوون، همه بر مبنای ساو، حرف، انتقال یک چیز، الهامات، اینه ریشه. و ساو آلان، مکان گرفتن ساو، ساوه آلر، این الهامات، این دیالوگ در مکان مقدس. کوها مکان مقدس اعتقادات کهن ترک هستند، مکان ارتباط با عبودیت، با گکتانره، با کل وجود هستند. ما کوههای مقدس زیادی در کل جغرافیای ترک از شرق به غرب تا میانه اروپا داریم. و ساو آلان، این پیام و الهامات در ساواش. ببین ساو آش، ساوه صحبت و گفتگو رو آشتم، ساوه آشماک، رد کردیم دیگه با هم می جنگیم، ساواش. ببین مبناش ساو. یا ساوجه، ساوجه به معنی الته، به معنی پیام آور. ببین الته پیام که خودش مبنای یام ترکی داره، یامجه خودش همین مفهوم است. ببین چقدر کلمه در این حوزه داریم و تمام این کلمات ترکی هستن در دری که ساخت خود ما ترک هست. ساوجه پیام آور، کسی که پیام منتقل میکنه. ساوا ساوون، ساوون نقطه مقابله ساواش، بخشی از ساواش که داخلش میشی و دفاع رو شکل میده. میبینی چقدر معنی کلمات از بیس اون میاد که این دیالوگ خارج از دیالوگ که میشه ساو آش، آشماک میکنه. آش که در آشک هم دیدیم به یه جای بالای مرتفعی میرسه و آشر، آشتم. میفهمی این آش مبنای این هست که ساوه آشته، دیگه گفتگو تموم شد. پایان گفتگو یعنی آغاز جنگ. ساو در دیوان اللغات سöz، کلام، مثل، حکایه، رساله، این کور این مفهوم. حالا این انتقال کن ساولدو، گونش باتمaya başladı، میتونه انتقال خورشید به جهان دیگر باشه. اونا ساولدو، گönlüm اونا ساولدو، به سمت اون میل کرد قلبم. ببینید این حرکت هم هست، یعنی ذات. باز در دیوان لغات الچه، ساوچه، الله رسولو، یعنی پیامی که از سمت خدا میاره، ساوچه.